آقا جان دلم برات تنگ شده، فقط یه نکته وجود داره، بلد نیستم برات کار کنم. یعنی میدونی چیه؟ یعنی از صبح که بلند میشم تا شب کلی کار ریخته سرم. توی اینترنت خیلی فعالیت نمیکنم. نه خودم که تولید محتوا نمیکنم. آخه بلد نیستم آقا. من نمازامو ولی سر وقت میخونم. قبلا میگفتن کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، اما کسی که خودش رو به خواب زده رو نمیشه. اما الان دنیا یکم متفاوت‌تر شده. دنیا شما رو میبره به سمت خوابیدن و بیدار نشدن. اما یه سوال دارم، وظیفه شخص تو در این پلتفرم هایی که آدم ها رو به خواب میبرن چیه؟ آره درسته، آگاهی دادن، آگاه کردن. خیلی وقتا به ما میگن که آقا روی یوتیوب ما نمیریم، اینستاگرام وای فضای مستهجنیه، آقا ول کن توییتر رو. یه سوال دارم، وظیفه تو برای آگاه سازی آدم هایی که خوابن و رفتن توی خواب چیه؟ تا زمانی که ما نشستیم در تاریکی ها چشمک میزنیم ظهور محقق نمیشه. اینجا بزرگترین، علمی ترین و حرفه‌ای ترین مکانیه که برای تولیدات مهدوی وقت گذاشته میشه. 10 تدوینگر، 10 متخصص و ساعتها اتاق فکر دور هم جمع میشن تا نتیجهش بشه یک کلیپ مهدوی. یه پستی انتشار پیدا میکنه، من مخاطب میبینمش، نه لایک میکنم، نه سیو میکنم، نه شیر میکنم، نه کامنتی میذارم. اینستاگرام ماهیت اصلی اون پست رو پایین تر میاره. برای همین اصطلاحاً در اکسپلور نمیره و اجازه بازنشر نمیده. اینستاگرام وقتی یک پستی رو منتشر میکنی بهت 1 ساعت زمان میده تا بازخورد مخاطبت رو بسنجه. اگر در اون 1 ساعت لایک انجام بشه، شیر، سیو و کامنت همراه با اون پست انجام بشه و گذاشته بشه، اینستاگرام تو رو به بیشترین مخاطبی که میتونه نشون میده. پس وقتی یک پستی گذاشته میشه تو 1 ساعت فرصت داری که اون پست رو به اشتراک بذاری، لایک کنی، کامنت پرمحتوا و مرتبط با پست بذاری و سیو رو انجام بدی. اینها پروتکل های رفتار یک فرد در اینستاگرام برای پربازدید شدن یک پست. تویی که ادعا میکنی و دوست داری و تفکرت اینه که میخوای یک قدم اساسی برداری با هر نگاه و هر تفکری، پست ها رو حمایت کن. این یه جاهایی باید جواب داده بشه بابتشا. چرا این پست رو لایک نکردی؟ چرا به اشتراک نذاشتیش؟ چرا سیو نکردی؟ چرا کامنت نذاشتی؟ امیدوارم که جواب داشته باشی براش. اگر نمیتونی دعوا کنی حداقل کت نکن. اگر نمیتونی تولید محتوای استاندارد داشته باشی، حالا به هر دلیلی، ما وظیفه شرعیمونه که لایک کنیم، سیو کنیم، شیر کنیم و کامنت مرتبط بذاریم. پس اگر در بستر اینستاگرام من نگاه میکنی، لایک، سیو، شیر و کامنت مرتبط. اگر در بستر یوتیوب من نگاه میکنی، زنگوله رو بزن، سابسکرایب کن و من رو همراهی کن تا بتونیم یک واحد مجازی پررنگتر، قویتر و همراهتر رو با هم تجربه کنیم.